اولین بار که من رفتم بخارا راهنمای من از شهر دوشنبه با من اومده بود. آفرین. خانم عایشه حامد گفتم شما با من نیاد. گفت گم میشید. گفتم میخوام گم شم. تو این کوچه های بخارا خیابونا میرفتم بنای صورت اشک شوق جیگرتو بخورم و تمام صدای تاریخ رو میشنیدم. آفرین. فکر میکردم که این قسمت گم شده تاریخ بیهقی ممکنه توی این خونه ها پیدا باشه. غروب شده بود. دم یه خونه چند تا خانم گفتن شما رو پریشان میابیم. گفتم به آشیانه ما بیایید نان بخوریم، غذا خوردن. آفرین، تعارف تو کردن. بچه‌هاش اومدن، گفتم چند تا؟ گفت 3 تن. یکی خرد است، آن دو دیگری کلان. آفرین. و این بچه‌ها شروع کردن شاهنامه از حفظ خوندن. آفرین. ابیات حدود 20 بیت 30 بیت و من خجالت کشیدم که من در مقابل 70 سال رژیم شوروی نتونست این فرهنگ رو از اینا بگیره. و این یعنی مقاومت یک فرهنگ، مقاومت یک زبان فارسی ما رو حفظ کرده. فوق‌العاده بود. 300 سال. برای همین من همیشه به دوستان میگم آقا اگر بخارا و سمرقند نرین، آرامگاه رودکی رو زیارت نکنین، ایرانیات شما کمه.